خیلی وقتا تو مسیر دوخت و دوز پیش میاد ما خطوطی رو که دوختیم نیازه که بشکافیم، مثل زمانی که به این شکل حالت خط دوختمون منحنی شده، یا اینکه مسیر رو اشتباه رفتیم و میخوایم که دوختی رو که رفتیم بشکافیم. چند حالت داره. اگه این مسیر رو بخیه‌هاشو باز کنیم خیلی زمان برمیشه، یا اگه بخوایم به این شکل از این طرف بخوایم بخیه‌ها رو باز کنیم ممکنه که نوک بشکاف توی پارچه گیر کنه و چون ممکنه پارچه مشتری هم باشه که دیگه اصلا خیلی باید دقت کنی و این کار باعث میشه که این نوک بشکاف لابلای در واقع تار و پود پارچه گیر کنه. اگه پارچه حریر باشه یا بافت درشتی داشته باشه پارچه، باعث میشه که یه نخ از تو پارچه کشیده بشه و داستان بشه. اما اگه به این روش عمل کنید دیگه هیچ اتفاقی واسه پارچه نمیفته و از استرس شما کم میشه و دوختتون به راحتی میتونید بشکافید. ببینید این بشکاف هستش که یه نوک تیز داره و یه نوک کوچیک. اگه این قسمت کوچیکشو زیر خط اصلی دوخت قرار بدید، ببینید به این شکل من میخوام دوختمو بشکافم، اینو تو مسیر قرار بدید، حتی اگه گاهی از مسیرم خارج بشه هیچ اتفاقی واسه دوخت شما نمیافته. ببینید به همین راحتی دوخت شکافته میشه بدون اینکه آسیبی به پارچه برسه. به همین شکل میتونید دوختای خیلی زیادی یعنی مسیرهای طولانی رو بشکافید. ممنون از نگاه پرمهرت. مانا باشی.